به گیلجو جور باشه بیا گیلجو بیا بشی بیا کاری تبله بزنی بیا دست من نرمه چره اوه مریضی تو سیاغه شدی گیله خیشو گیله تو خوب تبلای میزنی بگی نه شه بگی برو تبله بزن آیسته بزن امروز روزه اوله قوقا کدیب عمله امروز روزه اوله قوقا کدیب عمله از بالا میایی کوچه به جلو بله از بالا میایی کوچه به جلو بله خوب بگردم گلو هر دو چشا بدلو خوب بگردم گلو هر دو چشا بدلو تا به پیش من نیایی الله میشه مشکل تا به پیش من نیایی الله میشه مشکل روزی اوله قوقا کدیب عمله روزی اوله قوقا کدیب عمله از بالا میایی کوچه به جلو بله از بالا میایی دستم دست کنه بیاره گیلجو بیاره خیلی چه عجب گیلجو که از من خواهر گرفتی عباس بله بچه خالصه که مادرم گفتم خب برو پیش عباس بچه خاله خواه انا اول سلام بگو دیوم بگو که همین پولایی که یک روز به من 500 هم بده دینیه خب 500 پول نقد کنم چند دفعه برفتیم به میله و به اسریالی و به اوبیزی به سکل پردیشی به خب شیر هم نوشته گیلجو بگوشی به خب انا گفتم همه پولای اینا انا حساب کنه پول دادم مادرم که بول بده چه گیلجو ما کنه گفتم پول بده از ما شما که گپانیه نه تو حساب کو حساب کو سعی کو تو چه گیل اگر دیگه دلازار چیزی شده از نه نه مادرم خود بابام همه تا اختلاط کردن خب گفتم مردم قدیم میگفتن که اگر من دوست و رفیق و برار و کاکا و ماما از هم دیگر دیگ نشه انا مردم قدیم دروغ نمیگفتم اما رو کتاب میگفتم میتونیه بده که عباد لنبوس بدم رو کتاب میگفتم حساب کاکا برادر اگر به منجی فامیل حساب کتاب باشه به منجی رفاقت حساب کتاب باشه هیچ وقت دیگیت نمیشه بفهمیدی؟ انا مردم قدیم خوب میگفت انا تو عباس چه خاله هم هرچی که از من می انا مادر پول به دست ما دادن گفتم برو کارا مردم قدیم رو بکنه رسم و رواج عنعنات مردم قدیم کار کنه انا من پولکات رو اگه بودم تو شاید با ما سوار از 10,000 پول بدی شاید از سوار از با ما سکیل خور بدی به دستم که به در از نیاره اما حالا که ما قطر بخورم خاف خور بزنم باشه گیل اگمو میله میره باشه خور بزیو در بزنم عباس سباب پیش تو برابر یک شلغم ارزش هم ندارم اعتبار هم ندارم پس می حساب کتاب که باشه هیچ وقت دیگیت نمیشه حالا گیل جسه که ما به تو نگفتم که تو پولا بیا به تو زنگ زده باشه که ما پول به کار دارم این میله میده پول دادن خیلی گپ نیه برای حساب کن تو حساب بکن که نشته بگیشونه گیل نه ما حساب کاکا برادر از همه بیتر هیچ وقت ما و تو دق نمیشیم برادری ما بیشترتر میشه دوستی بیشترتر میشه اما اگه نباشه حساب کتاب نباشه دیگیت میشه گیل جسه که 5 سال تو پول نقد میدم صحیحه دیگه 11 سالم دیگه کما برفتین خود خوردیم 180 دیپه حقیقتا شد بسروی 80 دیپه شد بامون پارک گرفتیم مدرکا کشیشتیم یک ماهمی تا چیزی میرفتیم دیگه تو که پول نداشتی دیگه چند شده؟ یعنی 15 سال من بازم 18 سال آوردم یعنی 15 سال 15 سال حق تو داشت 5 سال گفتی یکی 5 سال پول نقد بدی 11 سال این میشه 16 سال سوای نداره بازم نگفتم گیلجو که پولا ور بده نداری انگار پینی مکای گفتم که پولا ور بده 3 سال هم بازم اضافه
آه دیم دلازان نباشی از من. نه ما دقیقه مادر میگفتم ما اگر آجی نشی گپ هم هست دیگه منجی یار دوست معامله درست. منجی یار دوست معامله درست خیلی بینه. اگر راست بپرسی خب ما تا امروزه که خودت توی برابر میرفتم ما گفتم شاید تو اینا با ما مفته بدی. خب ما کی گفتم؟ آره ما میگفتم تو اینا با ما مفته خرج میکنی 500 خورم با ما مفته دادی. دیشب امیت اختلاط شد مادر امیت گفتم ما گفتم نه امیت شد عباس میرقم کرده میرقم گفت پیار من گفتن نه امیت تست سبا میری حساب کتاب میگی که بکنه ما گفتم چند گفتم یار 2000 دیپلم نه بکنم خرج کرده انا برادر ها آره گانه تو هم گرفتی و مادر خب فهمیدی بگو عباس سلام بگو فرا سلام بگو دمی نگیم که مثلا عباس پولا خب ما نگفتیم پول بدین باز تو هم کمی تلیک ما میله میریم میگی انا ما تو دق میشین دیگه دق نمیشین شاید 2 روز دیگه ما خودتو برفتی دق شدی نه خدا نکنی خدا حافظ کار نداری خیلی بریم بریم جناب میان برات دیگه خود تیار کنیم میریم خودت میریم خوبه خوبه برو بخیر بریم گیل جو راستی بشه بیا نون تیار نه 4 صبح سر برو جور باشه بیا انا 11 خب بیا گلاس چای بخور نگفتم چای نه میری خب بخیر بریم درس دارم استکو خوبه بخیر ایشم راست میگه به خدا آفرین امیت پیار مادره امیت که میگه منجی یار دوست معامله درست انا بین ما نگیلک نه طلب و بردگی چیزی داره میام جنگ و جنجال میشه میگه پا مردم قدیم آمد باید آدم علقه به گوش کنه خوب گپای زدم سبز بناز می آیم محرم راز می آیم کجا میگیم بابا شاه به سرا بودم چیکار میکردیم بابا به سرا برفتم همین شهری ها سعی کردم بانجونات سعی کردم او مایه نمایه حالا هوا خنک شده خیلی او نمایه بابا حالی نمایه بیا عجیب همه دو مادرگر بارون میباره او مایه چه کار به خیلی خوشی به سال فراسیل میشه بخیر میگم بله برو پیش همین نورالله خب بگو همون پولا سکیل چه کار کردی آخه تا کی به تو صبر کنی آن 2 ماه شد یکنی ماه شد همینا بگو بده دیگه ما احتیاج داریم یعنی بابا نورالله آدم دوپی معلوم میشه از که برادر می شکل ای بخریده از ما ببرده نمیگه باشه همین پوله از اینا رو ببرم بدون که ما و از اینا بی حساب چیم یعنی این تا بابا مدام ما و شما خودی نورالله به جنجال خواهی افتاده پوله نمیده بابا او آدم دوپیه به خدا سیکو بابا من 1 دفعه 2 دفعه 3 دفعه برای تحمل میکنم باور کن من همیت آدمی هستم که جلوی بگیرم باور کن نه نمیره کشا پای بابا بیری کنی کشا چی که بگم درختا چی بگم درختا بری بیری میکنی بابا من از او خیلی چسترم ولی آدم شدیده تریم نه بابا ما کاری هست حساب رفیق داری و سلام علیکم راز میکنم حساب کاکا برادر خوبه بابا حسابه شما داری اینجا من برو میخندی دلار بگیرم تو نگرفتی هم از اون نیایی بابا دلار از اون بگیرم خوبه بابا خوبه اگه ندانی رو چپا میکنم من مقدر میدونم که تنه رفتار به شنای نرسه خوبه بابا خوبه تا نستونی بابا نگه با دست بگیرم بی بی سنم جانو انا رسیستانم به دل دارم که من ترپس بگیرم بی بی سنم جانو انا رسیستانم تو آهو بره من شکاری بی بی سنم جانو انا رسیستانم نه سلام علیکم نورالله من دارم باشی شکر بیا یه دقیقه برکم شما کار دارم نه من میام پیش شما نه بگیری چی بانجونار هنوز خورده میکنی خدا دگم اینا وقت چی از اینا دگم قراره بچینیم اینا مال یه دگه دگه ماه که اینا عدلی کلوشه چی خبره قرار غریری نورالله پیار من به شما سلام میگو بعد سلام گفتم بیاله نورالله موتور ما رو 1 هفته میشه 2 ماه میشه 2 ماه میشه موتور ما رو داشته ببرده نمیکنه همه پولا ما رو بیاره بابا موتور نمو حال پولا ما رو بده که حساب ما معلوم شه بگی جو
تکو برارم میبینم این پل زمین مکاسته حال به چین آماده امی بانجانار که به خیر خوشی بفروشم تا شو جمعه به خیر خوشی هر رقم بشه پول شما راه نداره حساب کاکا براده با پای حساب کتاب صبر کردن به کار نیه پول ما بدیم برو با پیار خو سلام بگو نورولا گفته تا شو جمعه به مسابقه کو اگه شما یخ صدامیت گپ داره گپ مفتی رو در میخوره پولاتر بگو گفته ناوردم بیا بس سکل خو با تا شو جمعه موسکل حال نمایی دو ما میشه سکل یک ما میشه بودی استفاده کردیم مالی سکل کنه کردیم حالا با ما سکل پس ما پولا خوبایی کاکا اینجا شهر هید کنیه شو جمعه به مسابقه کنه پیار تو هر پولا ما لنی دو ردی پولا ما بلی اگه به می کیسیمه بگر از کلیادم بخت آره کل چلنگو مرام لغات کردی با خاکی که لغات کردو اینجا ما عبا مالی مردم بریم بیه پولا ما بدیم لنی دو پولا ما بدیم جیریشی میگم اگه تو بالا کنم اصلا کنم زمین میزنم که مغزا کنم پولا ما بدیم کاکا اینجا همونیه ما هر روز هر میریم و میای پولا شکل ما بدیم خود تو ما میره کردی خود پیار تو چی فرق داره من با چه مفتیارم دیگه پیار کنه بیا برو پولا ما بدیم برو یه مریضی که کلمه خراب میکنی کاری از خود بابا حساب کاکا برادر پولا ما چل شما نمیدی با تو میگم شو جمعه چل شل جمعه ندارم حاله چند تا شل جمعه که تو حالی آمده بیا شو جمعه پولا خور ببرد سه مردم گنده بودیم تو پیار تو شما گنده تاری مردم دو فکر کلا وردو دو پتون منم یا پیار تو یا تو شمانی که دو ما بشه سکر ما بودی مرد پولای نشدیم نوردی در سرا ما ندادی برو شو جمعه بیا برات پولا خور ببر برو شما نشدیدیم میگه حساب کاکا برادر بس میدون چرا شما خوردم ما شما بخوردم تو چه نمیاری نمیدی گفتم من بانجونا خما برو بفروشم بیا پولا شما سر شما رو میبانجونا بخیر خوشی بکنم کم کو کپ مفت همون مثلا قدیم دروغ نبوده میگن کیسه قرض نکن قرض کنی قرض نکن تکیل شما بتون مردم هست دادن بر میکنی یا زنگ بزنه پیار که پولامه خوبه به شما ما ببخشید نی مردم گوشته برو بیا شما پولا خود برو من میرم به خدا میارین در سرا محترمانه پولا من بدی بس نکن دیگه برو الا کار از ما کاسا ما بیا از خراب شو جماعه که من پولا شما همه پورا ناوردم ندادم هر چی باستیم بگی من به قبول دارم که من حساب کاکا برادر من کی حق شما خوردم خوب شد بدیدم تو ما ماستم بیام در سرا سلام علیکم خوبه سلامت چی خوب شد مردیدین با خدا ببین روم هم نمیشه همه حسابا تیر پر سویس بود همه 1000 روپیه بمونده دیگه خجالت میکشم که ما به تو هر دم بگم 1000 روپیه ما بمونده وضع خرابه فعلا ندارم چیکار کنم سعی کنیم ما هم هر کس که علفی یا وسیلی میفروشیم من نمیتونم هم تو میگذارم میرن دیگه یاد اینا میره که باشه همین شاگل به ما از ما پول ما یا روی نمیشه همسایه‌داری لازم میکنه چی به فکر شما نیه با چیزم نورالله موتور دادم انا اعمال به چه خدایی که اون در سرای بچه مرم بزده سرسدان بکرده کشته نو کیسه هاین خب ماما جو من که پولا شما 6-7 هزار روپیه پول بدادم 1000 روپیه دیگه بمونده یه ارزشی نداره که شما به 1000 روپیه پول میگین چیکار و فلان درسته من پولا شما میدم مگه حساب کاکا برادر پول شما کسی نمیخوره اون تا دست مال تنگه خب من همین میگم میشه حیات تو برسته حساب کاکام برادر ما بین دو تا برار این حسابا هست بفهمیدین یعنی کار نشه مثل نورالله شه همینطور یعنی ما با شما مر مثل نورالله فکر میکنه که من مثل نورالله به تو آدم کلاهبرداریم نه خدا نکنه من دیگه معامله به خودتو بکردم همین دفعه میتونم همینطور پیگوشی میکنی میگه البته وزن خراب دست ما تنگ اگه نه من 1000 ارزش نداره که می تو کارا میکنیم حالا دیگه ما با شما میگیم تو نورالله یک رقم بالاخره من ازم گفته نمیتونم بیاد تو واسه دیگه صحیح خوبه خدا حافظ به مر کنم که چیزی هم میدی میتل بی باز بعد اینا میایه